با سلام، این بخش میخوایم استاتیک کار بکنیم. برای استفاده از استاتیک نیاز به 2 تا روتر داریم. من 2 تا روترم رو اد میکنم، 2 تا سویچ و 4 تا پی سی. 1 2 3 4 تا هم پی سی برای شبکه دیگه هم. خب چیزی که دیگه نیاز داریم یه سرور سمت راست و چپمونه. اوکی، جاهاشون رو مرتب میکنم برای زیبایی کار. خب این برم تقریبا مرتبه، جاشون رو درست میکنم. خب حالا بعد کابل کشیشون کنیم. از استریت 15 سویچ وصل میشه 0 و 1 روتر، 0 و 1 این روتر هم وصل میشه به 15. به صورت آینه وار میریم جلو. 20 به سرور، 20 این قسمت هم به سرور و پی سی 0 به اترنت 1، پی سی 1 به اترنت 2. به ترتیب میرم جلو. ببخشید بابت صدای لوسی. بازم به ترتیب میرم جلو. خب اینجا کابل کشیمون شده. کابل کراسوور انتخاب میکنم برای اتصال روتر سمت چپ به روتر سمت راست و این کار رو انجام بده. چیزی که میمونه آی پی دیشه. من میخوام این 2 تا بخش رو از هم دیگه جدا بکنم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشید. این بخش زرد باشه، این بخش هم بخش آبی. خب برای اینکه راحت‌تر متوجه بشید من مشخص بکنم آی پی اینو 10 10 10 1 برای این بخش باشه، 10 10 10 2 برای این بخش باشه، آدرس اینجا باشه 192 168 20 0 آدرس نتورکش باشه، این برم 192 168 10 0 باشه. خب این از چیزی که هستش. من بعد آی پی دی بکنم. روتر سمت چپ هم انتخاب میکنم، بخش کانفین توی 0 و 0 هم نگاه میکنم، میبینم باید 10 10 باشه. اول آنش میکنم، آی پی رو میزنم 10 10 1 سالت مسکش همونه. 0 و 1 هم وصل شده به سویچ. آی پیش باید تو چه رنجی باشه؟ 192 168 10 1 رو برای سویچ انتخاب میکنم. سالت مسکش همونه، فقط یادم رفت که آنش کنم. خب این آنه، 0 0 هم که آنه. اوکی، میرم روتر سمت راست. روتر سمت راست قسمت کانفیگ 0 و 0 هم انتخاب میکنم، 10 10 10 2 رو انتخاب میکنم، آنش میکنم و 0 و 1 اونم آن میکنم و بعد تو رنج 192 168 20 0 باشه. 0 که آدرس نتورکمونه، آدرس سویچمون میگیریم 1 و سابنت ماسکش همونه. خب تا اینجا که اوکی شده و آنش هم کردم. اوکی. خب حالا میخوایم به پی سی ها آی پی بدیم. به پی سی ها چجوری آی پی میدادیم؟ اول میفتیم توی سرور قسمت دسکتاپ آی پی کانفیگریشن و آی پی شو میدادم 192 168 10 2. نتورکش هم بعد بدم 192 168 10 1 آدرس سویچ رو میدم. تو قسمت سرویس DHCP آنش میکردم، دیفالت گتوی هم میدادم 192 168 10 1 آدرس سویچ همه. SAD IP از چند شروعشه؟ 1 که استفاده شده برای سویچ بود، 2 هم الان استفاده کردم پس میمونه 3. از 3 شروع کن و چند تا ماکسیموم نامبر یوزر دارم من؟ 4 تا. بیشتر 4 تا نمیخوام به آی پی بدی. سیوش میکنم،
میبندم. سرور بعدی میکشمش کنار، دسکتاپ آی پی کانفیگریشن 192.168.20.2 یکیش برای سویچ بوده، دیفالت گتویش هم 192.168.20.1. اوکی، سرویس رو میرم تو بخش سرویس DHCP آنش میکنم. دیفالت گتوی هم چنده؟ 192.168.20.1 آدرس سویچ همه. اوکی، لحظه من اینو تاپ بزنم رو بمونه. ببینید آدرس سویچ من که اینجا قرارش دادم برای این پورت 192.168.20.1. آدرس سرورم 192.168.20.2. پس باید این پی سی ها از 3 شروع شه. پس حواستون باشه. چرا؟ چون دیدیم اشتباه میکنیم، مثلا اینجا 1 رو زدیم دوباره میایم واسه سرورم 1 رو میزنیم. این اشتباه رو نکنید. خب پس دیفالت گتوی هم که آدرس سویچ هم باشه 192.168.20.1 اینجا قرارش میدم. استاد آی پی هم از چند باشه؟ 1ش استفاده شده، 2ش هم استفاده شده، میمونه 3 به بعد. 3 رو استفاده میکنم و میزنم 4 تا یوزر. سیو رو میزنم. حالا چیکار میکنم؟ بذارید این برای من انجام بدم. 192.168.10.1 که آدرس سویچ همونه، 192.168.10.2 که آدرس سرورمونه. اوکی، میذارم اینجا، اونم که اونجا جاش خوبه. خب حالا باید به پی سی آی پی بدیم. چیکار میکنیم؟ رو پی سی کلیک میکردیم، دسکتاپ با آی پی کانفیگریشن. استاتیک به صورت دستی نمیخوایم بدیم، DHCP انتخاب میکنم. 10.3 رو داد. نیازی نیست وایسی تو این پنجره، خودش به صورت خودکار میده. چرا میگم وای نستید؟ چون توی امتحان احتمال داره تایمتون گرفته بشه. و خب به ترتیب اینم همینجور. بعدی رو هم به همین صورت آی پی شون رو دادم، چک میکنم، روشون نگر میدارم. خب 3 5 6 4 5 3. اوکی، ببین آی پی رو دادم، تست میگیرم ازش، پینگش میکنم. پینگ 192.168.10 که نیست، 20 باید بگیرم. اول خوش تست کنم. 23 مثلا داره میده. اوکیه، بذارید اون باید تست کنم. 3 باز نمیده، میگه ارتباط برقرار نیست. خب این ارتباط من چجوری برقرار میکنم؟ ریپو که یادتونه آدرس نتورک میدادم، فرقش با استاتیک اینه. ریپ آی پی آی رو میدم که آدرس نتورک هایی رو میدم که اینجوری درست داره. آدرس نتورک هایی رو میدم که متعلق به خودشه. یعنی چی؟ یعنی 192.168.10.0 متعلق به خودشه، اینجا میدم. 10.10.10.0 هم متعلق به خودشه، اینجا میدم. استاتیک فرقش اینه. استاتیک آدرس نتورکی رو میخواد که قراره بهش متصل بشه و آدرس نکس هاپ اون، یعنی آدرس روتر اون. اوکی، چجوری؟ میگم آقا من کاری به 192.168.10.0 ندارم، این آدرس خودمه، پس به آدرس خودم توی استاتیک کاری ندارم، به آدرس مقصدم کار دارم. 2 تا روتره، قراره برم سمت راست، با آدرس 192.168.20 کار دارم. اینجا واردش میکنم 192.168.20. خب ماسکش چیه؟ 255 صفر به احتمال زیاد. نکس هاب چیه؟ نکس هاب آدرس روتر مقصد. آدرس روتر مقصد چنده؟ 10.10.2 که میشه چند آدرس؟ اوکی، 10.10.2. 10.10.1 خودشه، قرار از 10.10.1 برم 10.10.2. پس آدرس نتورکش رو میدم و آدرس مقصد ادش میکنم. برای روتر سمت راست هم همینطور. فقط این نکته رو در نظر بگیرید،
میتونیم به یک روش دیگه این ارتباط رو برقرار کنیم، در صورتی که فقط مسیرمون یک طرف هست یعنی یک روتر دیگه سمت راست یا چپ اینجا نیست و فقط قراره به 2 تا روتر داریم که میخوام به هم دیگه وصل بشه. به صورت دیفالت میتونم انتخاب بکنم 0 0 0، ماسکش هم همون 0 0 0 0. یعنی هر آدرس نتورکی با هر آدرس مسکی ثابت مسکی، هر آدرس نتورکی با هر ثابت مسکی بره به 10 10 10 1. یعنی چی؟ یعنی اینجا هر چی آدرس نتورک بود مشکلی نیست، مهم نیست تو این روتر، هر چی آدرس نتورک بود برام اهمیتی نداره، به صورت دیفالت هر آدرس نتورکی با هر ثابت مسکی توی قسمت 10 10 10 1 بود و من باش کار دارم، ادش میکنم. یه بار دیگه من تست میکنم توی قسمت کامنت پینگ میگیرم، پینگ خودشو بگیرم همچنان متصله، پینگ 192.168.10 رو بگیرم ببینم وصل شده یا من اشتباه کردم. خب یه دونه ریکوست تایماس میده، یعنی وصل شده یا اشتباه کردیم. نه اشتباه نکردیم. این دوتا ریکوست تایمات به خاطر اینه که دنبال آدرس مکا میگرده، سر همین ریکوست تایم اوت میده. خب سیمولیشنش هم براتون انجام میدم. میگم آقا از 6 برو به PC 1 پلی میکنم. ببینید یه آدرس میفرسته به سویچ میفرسته برای بقیه PC ها و روتر. بقیه PC ها میگن آقا این آدرسی که میخواد بره به من ربطی نداره. اوکی. فهمیدید چی شد؟ چرا نامه رو برگردون؟ همون تایم اوت هست. اوکی، این همون تایم اوت هست که اول نگاه میکنه میبینه این مک آدرس توی نتورک خودش نیست، بعد دوباره میفرسته روتر میفرسته روتر مقصد برای سویچ و سویچ برای تمام PC ها و آدرس مک تمامون میگیره، مکی که مقصده رو پیدا میکنه و نامه رو برمیگردونه. این پروسه‌ای که انجام میشه و تمام میشه. خب این از این. اگر یک روتر دیگه هم اضافه شد این قسمت، من اینه یکم بکشم سمت چپتر. خب اگر یک زمانی یک روتر دیگه اضافه شد و یک سویچ دیگه و 4 تا PC دیگه همراه با یک سرور، اگه این اتفاق افتاد و گفتن که اضافه بکنید چجوریه؟ بذار من اول وصل بکنم. 15 رو وصل میکنم به 0 و 1. سرور رو وصل میکنم به 20. اونا رو هم به ترتیب 1 2 3 4. اگه دقت بکنید روتر وسطمون پورت کم آورده. من چیکار میکنم؟ روش کلیک میکنم، توی قسمت فیزیکال خاموشش میکنم، میگردم دنبال در واقع چیزی که نیاز دارم و بوردی که نیاز دارم. ویک وان ENET به دردم میخوره، ادش میکنم، میکشمش میبرمش داخل، روشن میکنم PC رو یا PC روتر رو روشن میکنم و اگه روش کلیک بکنم میبینید یه بخش 0 و 2 اضافه شده. این آلارمی که میده میگه آقا بذار کلا بوتینگ تموم بشه. الان بوتینگ تموم شد، روتر استارتش خورد.
و این یه 0 و 2 هم هست. حالا این کابلا رو من بهش وصل میکنم، دوباره کراس اوور انتخاب میکنم، به 0 و 0 وصلش میکنم. این از اوکی. خب ببینید من آدرس روتر بعدی رو چند بدم؟ مثلا میدم 200 1 مال این پورت باشه، 200 هم مال اون پورت باشه. 0 و 0 رو میارم، 200 آنش هم میکنم. 0 و 1 که به سویچ وصله چند باشه؟ میخوام همون باشه، 192 168. اون 10 بود، 20 بود، اینو میزنم 1. اینم آدرس سویچ همه. اوکی، من اینو روشنش کردم، نگاه کنم. نه روشنش نکردم، روشنش میکنم. من دوباره یه دونه رنگ جدید اینجا اد بکنم، رنگ نارنجی رو انتخاب میکنم. اینو من ادش کنم. ببینید خب خیلی بزرگ شد ولی خب اوکی. می نویسم آی پی هاشو 200 1 200 یکم جاشون رو عوض کنم، قاطی نکنیم. این برای این پورته، این برای این پورته و اینم برای این پورت. خب آدرس این پورت سویچمون چند بود؟ 192 168 1. آدرس نتورکمون چند بود؟ 168 0. آدرس سرورمون قراره بشه 192 168 2. درسته؟ اینم اینجا اد میکنم، میرم تو قسمت سرور دسکتاپ آی پی کانفیگوریشن، ادش میکنم آی پی شو 192 168 2. ثابت مسکش رو میزنم، نگاه میکنم آدرس سویچ هم چنده؟ 192 168 1. اوکی. توی بخش سرویس DHCP آنش میکنم، آدرس دیفالت پی سی همو میدم، میگم تمام پی سی ها به آدرس سویچ وصل باشن. آدرس خروجی یا همون آدرسی که قرار دروازه خروج ما باشه یا آدرس سویچ باشه 192 168 1. از چند شروع کن آی پی بده؟ از 3 شروع کن. چرا؟ چون 1 رو استفاده کردم برای سویچ، 2 رو هم برای سرور استفاده کردم. پس چیزی که الان در حال حاضر موجوده 3. چند تا پی سی دارم؟ همون 4 تا. سیوش میکنم به ترتیب. دوباره اینا رو آی پی دی میکنم. DHCP و DHCP. خب ببینید اگه دقت بکنید من اینا رو آدرسدهی کرده بودم. خب میبینید آدرسدهی کردم ولی نمیدونم چرا آی پی هاش پریده. دلیلش اینه که زمانی که من توی فیزیکال روترم رو خاموش روشن میکنم، چون توی قسمت کانفیگ ستینگ سیو نزدم و روی حافظه کوتاه مدت این تنظیمات انجام شده، وقتی خاموش روشن میکنم اطلاعاتم میپره. پس بعد بیام اینجا 0 و 0 رو چند بود؟ 2 ثابت مسکش همونه. خب این چند بود؟ 192 168 1. آدرس چیزم بود، آنش میکنم، اینم آن میکنم. سومی هم که درسته. ببینید بخش توی ستینگ سیوش رو بزنم، این پایین اوکیش رو زده، خب سیو شده. حالا اگه من تو فیزیکال خاموش روشن بکنم روترمو، صبر میکنم تا بوتینگ بشه. میبینید دیگه آدرس ها نپریده چون روی حافظه بلند مدتش ذخیره میکنه، دیگه کوتاه مدت نیست. خب
این اینجا، اینو من یه اشتباه شد کلا به هم ریخت. خب پاک شد. من دوباره بنویسم اینو 192 168 32. خب تست میکنم توی قسمت در واقع کامنت پینگو میگیرم 192 168 33 هست 35 چطور اونم هست. به بقیه چی؟ وصلی؟ نه. این هم تو بخش استاتیک روتر توی کانفیگ توی استاتیک آدرس نتورکی که قراره بهش وصل بشم و میدم. خب کجا رفت؟ اینجاست. خب چند آدرس نتورک 192 168 20 0 255 255 255 0. نکس هاپ هم چنده؟ 200 200 201. اد میکنم. یه بار دیگه تست بگیرم ببینم وصل شد یا نه. تایم اوت داد و احتمال زیاد این طولی که کشید بعدی هم تایم اوت. آره خب چی شد؟ 14 تایم اوت شد. آره خب بذارید اینجا من اینم بدم. استاتیک استاتیک این پریده. خب استاتیکش چجوری بود؟ میگفتم قراره یه بار به 192 168 10 0 وصل بشم. ثابت مسکش اینه و آی پی مقصدش 10 10 10 1. اد کن. یه بارم میخوام به 192 168 30 0 وصل بشم. آدرس نتورکش اونه ولی اینش نکساپش 222. استاتیکش درسته. اینم که باید درست باشه. یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. میبینید الان آدرس بهم داد. 10 رو چک میکنم. 10 میگه هنوز به دسترسی نداره. خب باید بهش بگم دیگه. میخوام به استاتیک بگم آقا من قراره به اینم وصل بشم اگه اشتباه نکنم. بذاری تست کنیم. ضرر که نداره. خب 10 10 10 1 اد. اینم همینطور بهش میگم آقا من میخوام به 192 168 30 0 هم وصل بشم. آدرس ماسکش اینه. آدرس نکساپش هم اینه. ببینیم دسترسی داره یا بازم نه. همچنان نداره. خب دلیلش چیه؟ استاتیک هم چک میکنم. من که دادم 10 10 1. اصلا نباید اینجوری باشه. نمیدونم من واسه خودشو دادم دیگه. دلیلش چیه؟
خب یه اشتباهی که ما اونجا کردیم حواسمون نبود. ببینید من اگه بخوام به این روتر وصل بشم به روتر صفرمون، یعنی از روتر 2 بخوام برم روتر 0، توی قسمت استاتیک باید آدرس نتورک اون روتر رو بزنم همراه با نکس هاپی که بهش وصلم، یعنی نباید 10 1 رو بزنم چون از این روتر وصل نیستم بیم. پس باید آدرس، من اینو پاکش کنم. ببینید شما، من میخوام از سر 92.168.30 وصل بشم به سر 92.168.10. آدرس نتورکشو میزنم سر 92.168.10 0، ماسکش 255 نکس هاپش نمیام 10 1 رو بزنم. مقصد من میبینم خروج روترم کجاست، این قسمته. پس همینو میزنم 200 1. حالا این پیغام میفرسته برای این روتر چک میکنه، میبینه خب به این روتر دسترسی داره، پس از این طریق این پیغامشو میفرسته به این روتر. ادش میکنم، میرم توی قسمت کامنت چک میکنم ببینم وصله، میبینم بله وصله. یه دونه دیگه میزنم 5شو میزنم 5ش ببینم وصله. یه ریکوست تایم اوت میده، بعدش به ام آی پی میده، پینگ میده در واقع. چرا؟ چون آدرس مکشون نداره. سیمولیشنش هم میزنم یه بار نگاه بکنین. آقا از پی سی 10 برو پی سی 2. دمت گرم. یه پیغام میفرسته. بذارید من این قبلی رو پاک کنم البته. خب ببینید پیغام رو میفرسته به روتر. اون روترم میفرسته برای پی سی 2 و این نامه برمیگرده. اوکی. یه بار دیگه من اینو پاکش کنم، یه بار دیگه پیغام دیگه بفرستم. خب میگم آقا از پی سی 8 برو پی سی 3. استارتش میکنم، نامه رو میفرسته به سویچ خروجیش به روتره و بقیه سرورها. یعنی اول یه پیغام میرسه برای نتورک خودش، میگه آقا برای شماست این پیام، میگن نه. خب روتر میبینه که این آدرس مک توی سرور خودش نیست، یه چیز میده، یه تایم اوت میده، دوباره پیغام میفرسته برای سویچ میفرسته برای روتر برای مقصدش میفرسته، برای خروجی بعدیش میفرسته. این روتر نگاه میکنه داخل پنجره خودش، روتر 1 میبینه این آدرس نتورک توی روتر 0 هست. پس اون پیغام میفرسته برای روتر 0. روتر 0 برای سویچ برای همه میفرسته، میگه کدوم آدرس مکتون با این یکیه و پی سیستم میگه من. آقا این پیغام برای منه. پس جواب پیغام برمیگردونه و به ما پینگ میده. خب تموم شد. این بخش استاتیک بود. خواستم توی یه فیلم بگیرم، حالا نمیدونم حجمش چقدر بشه و همین تموم.